سلام داملای عزیز، از شما التماس با همین سوالها جواب دهید که بسیار ضرور است و مورد بحث قرار دارد. در شهر دوشنبه در بازار کاروان مغازه هست به نام یوروستیل. در درون مغازه تاجرهای همون درون بسیار به ما در مسئله نماز چگونه باید خوانده شود به ما سخت می روند. یکم میگویند که در وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم مذهب وجود نداشت، با ما مذهب در کار نیست. در وقت طهارت پایهایشان را از روی نسکی محض میکشند و به ما میگویند که این سنت پیغمبر میباشد. سوم در نماز پایهایشان را کشاد میگذارند، اگر مثل همونها نخوانی با تو جنگ و جدال میکنند. چهارم در وقت سجده دستهایشان را بالا برداشته میپرتایند، یعنی رفع یدین میکنند. پنجم در وقت دعا آمین نمیکنند و میگویند که پیغمبر هیچ وقت با همراه اصحاب یک جای دعا نکرده است. ششم میگویند که تراویح 8 رکعت است، مگر اینها درستند یا نه؟ هفتم باز میگویند که سخنهای داملاها بسیارش ضعیف است. بابای حاجی میرزا التماس یک 20 دقیقه علاجش باشد صحبت کنید تا با واسطه کسیت آنها را ما کمتر آرام کنیم تا که بین ما جنگ نشود. التماس با طور وسیع و آزاد صحبت کنید. شهر دوشنبه انشاءالله. من این جمعه آینده از سوالهای اولین خود قرار میدهم و در راست هر کدام این دلیل هایی که وجود دارد برای شما میارم، برای شما میخوانم که برای چی در دوره های پیغمبر مذهب وجود نداشت، برای چی امروز مردم پیروی مذهبند و اینجا مسئله هایی که پایه ها چگونه گذاشته شود، رفع یدین و دیگر مسئله هایی که امروز خیلی یک اختلافات زیاده برپا کرده است. میخواهم اطراف این هر کدام این برای شما دلیل هایی که وجود دارد. و یک برادر دیگر بیچاره گریه میکند که یک چند همین خیل برادرها نمیگذارند که رفته سر قبر دعا کنند. میگن بالای قبر دعا کردن حرام است، ممکن نیست. چیکار کنیم داملای عزیز؟ این گونه سوال ها امروز بسیار است. انشاءالله من اطراف اینها جمعه آینده با شما صحبت میکنم که بالای قبر افسوس ده، افسوس، هزار جای افسوس است که بالای قبر دعا نکن. دعا بالای قبر حرام است. نامعلوم به چی دلیل حرام است. یا 4 رکعت سنت پیش از جمعه نمیخوانند. اگر خوانی مورد عتاب و مورد گویم که با عقاب او برادرها قرار میگیری. خدا رحمت کند امام شافعی را رحمت الله علیه. خوب میشد که همون برادرها ریاض الصالحین کتابی هست که امام نووی برای ما و شما درست کردن. شخصی هست که مذهبدار و به مذهب اعترافش میکند. ریاض الصالحین کلش حدیث است، همون حدیث های صحیحی که همونها دعوا دارن در همین کتاب ریاض الصالحین وجود دارد. در زیر زیارت قبر آورده است سخن امام شافعی را که حضرت گفتن بالای قبر آیت قرآن خواندن مستحب است. این امام شافعی میگوید. سخن امام شافعی است. امام شافعی که میگوید بالای قبر آیت قرآن خواندن مستحب است. علم امام شافعی را شما تصور کنین و
علم یک آدم، علم حاجی میرزا را یا علم یک بابای ایشان دیگر را. اخو امام شافعی بودند، اونا علم داشتند، اونا بیهوده نمیگفتند که بالای قبر آیت قرآن خواندن ثواب است، این نمیگفتند. اگر اون میدانست که ثواب گفتن من خیانتی در اسلام است، والله که او از این سخن پس می نشست. لیکن وای برای چی گفت ثواب است در بالای قبر آیت قرآن خواندن؟ برای چی عبدالله بچه حضرت عمر گفتن بالای قبر من اول و آخر سوره بقره را خوانید؟ برای چی گفتن؟ اگر عبدالله بچه حضرت عمر میدانست که آیت قرآن بالای قبر حرام است، والله که این سخن نمی گفتن که بالای من اول و آخر سوره بقره را تلاوت کنید. حضرت شعبی را میگوید 500 صحابه پیغمبر را زیارت کرد، علم 500 صحابه را داشت، لیکن میگو فقط در 3 جا قرآن نخوانید، در غیر 3 جا دیگر در همه جا تلاوت قرآن کنید. گفتن کجاست؟ گفتن یکم بازار، دوم حمام، سوم آسیاب. 3 جا در قرآن تلاوت نکن، دیگر در همه موضع آیت قرآن تلاوت کنید. شعبی که علم 500 صحابه را داشت. اما امروز بحثمان در اطراف چیز بالای قبر آیت نخوان، 4 رکعت پیش جمعه را نخوان که تو در ضلالت و در گمراهی ای. پیروی مذهب نشو که کسی پیروی مذهب است او در ضلالت و در دوزخ است. این بسیار یک بدبختی است برادر عزیز. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من این سوال ها را جمعه آینده هر کدامش برای شما به عصبانی شدن. فقط مرا یک چیز درد میکند که میخواهم فقط پیشرفت در اسلام شود، خفانشینی نشود، اختلاف از بین ما برداشته شود. خواهش من این است، خواهش من گویم که تحقیر و خواهش من گویم که یگان برادر را گویم یعنی تنقید کردن نیست. فقط خواهشم همین است که فقط روز به روز بهبودی در اسلام ما شود، در مردم ما شود. ما اگر دنبال یک مسئله‌ای که خواندم، اگر دنبال یک از اینها را گیریم، با یکدیگر دشمنی کنیم، با یکدیگر گروه بازی کنیم، عاقبت این چی می شود؟ اینا را باید اندیشه کنیم. من 10 بار گفتم، باز میگویم، من خود پیرو مذهب هستم و همیشه دعوا میکنم و همه شما را باوری میکنم برادرای عزیز و گرامی، کدام تو اگر پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستی انشاءالله نجات میابی. کدام شما اگر ابو حنیفه را دوست میداری، ابو حنیفه را همچو تابعین، همچو گفتی جلال الدین سیوطی که از حدیث های پیغمبر خدا برای ما دلیل آوردن که همون شخصی که علم از ثریا به پایان میارد این ابو حنیفه رحمت الله علیه است. اگر ما باید دوست داریم انشاءالله نجات یافتگی هستیم. ابن عابدین شامی خدا رحمتش کند دنیای اسلام میشناسش و میگوید ابو حنیفه را دوست داشتن سنت پیغمبر است. سنت است که ابو حنیفه را دوست داریم. سخن دوستای خدا ماندگی ما امروز عداوت به کی داریم؟ به شخصی داریم که ابو حنیفه را خدا رحمت کند شخصی است برادرای عزیز، شخصی است که وقتی وای برای قاضیگی دعوت کردن گفتن بیا قاضی شو، چی گفت؟ گو نه، گو من قاضی نمیشوم. خلیفه منصور برای چی نمیشوی؟ شاید که یگان حکم نادرست صادر کنم فردا در پیشگاه خداوند من چی جواب میگم؟ این ترس ببین. امروز قاضیگی را میخرن، امروز داملاگی را میخرن، لیکن حضرت ها نخریدن. حضرت ها از این وضعی، از این مسئولیت ترسیدن. پیشگاه پروردگار را چی میگویم؟